صافگار. سلام دوستان، آمدیم با یک آموزش دیگه. آموزش اینه که چجوری توی ماینکرافت لباسای طلامون، دایمنتمون و آهنم چجوری توش نقش در بیاریم. حالا من بهتون میخوام یاد بدم. من فیلم رو براتون نگه میدارم تا برم توی مپم و بهتون. خب بچه ها آمده به وسایل که میگم نوور دارید. به این وسایل به این وسیله این وسیله که روش فلشه که من برداشتم به میاد پایین. میتونید طلا، امرال و هر جواهری که دوست دارید وردارید. حالا من این امرال برمیدارم. حالا این امرال اینو برمیدارم. اینو برمیدارم. میاد پایینتر یکی از اینا، یکی از این وسایل، یکی از این وسایل بهتون نشون میدم. یکی از این وسایل این. حالا من مثلا اینو انتخاب میکنم. حالا من زرهتون رو برمیدارم. من حالا زره آهن برمیدارم. قوی ترین زره هست. زره همو برمیدارم. وقتی که زره همونو برداشتیم به این وسیله که میگم داشته باشه. شب شد. این وسیله رو میزنید توش. این چیزایی که گفتم میذارید توش. حالا زرهتون رو میذارید و من امرالم رو میذارم. میبینیم که لباسمون با نگارهای خوشگل داره درست میشه. حالا میخوام بپوشم که ببینم چه نقش توش در اومده. خب بپوشیم ببینیم چه نقشایی در اومده. وای چقدر لباسم خوشگل شد. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. با آموزش دیگر خدا نگهدارتون.